صلوات میفرستیم برای برای سلامتی آیت الله عظما تبریزیان. اللهم صل علی محمد. بحث آیت الله تبریزیان فرمودین. البته من جسارتا ایشون شیخ عباس تبریزیان صلوات میفرستیم برای سلامتی آیت الله عظما تبریزیان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا این لحظات سخت رو بر من آسون بگردونه در حضور حضرت عالی. در خدمتتونم، بفرمایید. صحبتتون چه؟ آقای تبریزیان از نظر بنده یکی از افرادی هستن که دستشون با جریان نادرستی که درست کردن به خون مردم آغشته است. آقای تبریزیان کتاب هاریسون رو کتاب داخلی در واقع پزشکان هست، چند سالم دو مرتبه ادیشن جدیدش براش میاد، نسخه جدیدی میاد رو آتش زدن. یکی از چیزهایی هستش که در واقع خوب بهش پرداخته بشه. چرا یک فردی باید بیاد کتاب بسوزونه؟ از زمان مغول من فکر میکنم تو ایران چنین چیزی رویه نبوده، اونم فردی که لباس روحانیت به تن داره. و چقدر این کار خطرناکی بود، هم به لحاظ سیاسی و امنیتی و هم به لحاظ علمی. ببینید تمام بزرگان کشور قویاً این کار رو رد کردن. مدیر کل حوزه‌های علمی حضرت آیت الله اعرافی چنین چیزی رو رد کردن، گفتن ایشون از ما نیستن. چه کسی به خودش اجازه میده کتاب بسوزونه در این قرن؟ مگر شما دوران مغول‌ها رو دو مرتبه دارید تکرار میکنید که علم بسوزونید؟